به نام خدا. آموزش SPSS رو شروع می‌کنیم با ورود نام متغیرها و تعریف متغیرها. وقتی که صفحه SPSS باز میشه 2 تا تب می‌بینید، دیتا ویو و وریبل ویو، یعنی نمایش داده، نمایش متغیرها. خب در نمایش متغیر شروع می‌کنیم به تعریف متغیرهایی که داریم. متغیر با نام تعریف میشه. نام مناسبی برای متغیرتون تعریف بکنین که همیشه قابل تشخیص باشه برای افراد مختلف و خودتون اگر بعد از یک مدتی اومدین و دوباره خواستین استفاده بکنین بدونین که این نام چی هست. قانونی که در نامگذاری وجود داره اینه که حتما با حروف شروع بشه و کاراکترهایی مثل درصد، علامت سوال، هشتگ، ادساین و اینجور موارد در نامگذاری نمیتونه وارد بشه. نامگذاری فقط شامل حروف میتونه باشه و اگر قرار فاصله‌ای باشه آندرلاین و عدد یا حروف دیگه، ولی در ابتدای کار نمیتونه با عدد شروع بشه. خب فرض کنین ما سن رو داریم به عنوان یک متغیر. وقتی که تایپ میکنین و اینتر میکنین یه سری مشخصات پیشفرضی برای متغیرتون تعریف میشه که شما میتونین این مشخصات رو تغییر بدین. یکی از مهمترینش تایپه که به طور پیشفرض نوع متغیر شما عددی تعریف شده، نامریک، عددی، که برای کار SPSS و برای اینکه تحلیل بتونه انجام بشه باید نامریک باشه. اگه هر یکی از موارد دیگه انتخاب شده باشه این متغیر در عملیات ها وارد نمیشه و آنالیزی روش اتفاق نمیفته. گاهی وقتی که از نرم افزاری مثل اکسل وارد میکنیم و اسم طولانیه و چند رشته‌ایه یا مثلا اومده نوشته سن شما یا بینش فاصله وجود داره، میاد این رو استرینگ انتخاب میکنه. استرینگ یعنی فقط یک رشته عدد و حروفی که بدون معنا هست و در واقع معنای عددی برای متغیر در نظر نگرفته و بعد شما آنالیز میزنین و میبینین که خطا میده و متغیری رو برای شما شناسایی نمیکنه. حتما باید نامریک باشه. نکته‌ای که هست، شما وقتی که روی هر خونه‌ای که قابلیت تغییر داشته باشه کلیک بکنین، قسمت سمت راست امکان تغییر رو به شما نشون میده. خب حالا وید یعنی پهنای خونه و این یکی کالم یعنی پهنای در واقع ستون. اینها مشخصات اولیه خود برنامه هستن، نیازی به تغییر نیست. عدد 8 الان پیشفرض هست، بذارین باشه، به اینها اصلا دست نزنین. اگر نیاز بود میتونین تغییرش هم بدین، ولی ما نیاز نداریم اینها رو تعریف بکنیم یا دست بزنیم. نکته بعدی دسیمال یا عدد اعشاری هست. عدد اعشار خب مشخصه، از روی اسمش مشخصه. وقتی که شما در دیتا ویو برای سن یک عددی رو تایپ بکنین میبینین که یک ممیز که با نقطه نشون داده میشه و 2 تا صفر گذاشته میشه به معنای 2 عدد اعشار که همینجور که میبینین در قسمت دسیمال 2 عدد اعشار تعریف شده. اگر من میخوام خیلی شلوغ نباشه و خلوت باشه و میدونم عدد من ممیز نداره، میتونم دسیمالم رو کم بکنم، یا حتی اگر میدونم عددم نیاز به دسیمال داره میتونم اضافه بکنم. نکته‌ای که هست، دسیمال حالت نمایشی هست، یعنی من میگم که در 3 عدد یا 2 عدد اعشار به من نمایش بده. اینجا ممکنه من بیشتر از 2 عدد اعشار داشته باشم و اگر اینطور باشه تا 2 عدد رو برای من گرد میکنه، اما وقتی که روش کلیک بکنم این بالا عدد کامل رو به من نشون میده و در آنالیزها عدد کامل وارد میشه و آنالیز میشه. هرچند حالت نمایشی به صورت گرد شده تا 2 عدد رو به من نشون میده و من حتی میتونم 2 عدد رو کمتر هم بکنم تا حالت نمایشیم از شلوغ بودن خارج بشه، ولی معمولا تا 2 رقم اعشار رو نمایش هم میدیم.
به دلخواه خودتون میتونین این رو تغییر بدین. لیبل جاییه که شما یادداشتی رو برای خودتون میذارین یا توضیحی رو مینویسین برای خودتون یا برای کسی که فایل رو میفرستین و خودتون همراهش نیستین یا میخواین 1 سال دیگه استفاده کنین، ممکنه چیزی رو فراموش کنین، میتونین لیبل بنویسین. لیبل فرق نمیکنه، فارسی، انگلیسی یا با هر چیزی میتونین بنویسین مطالبی رو که مورد نظرتون هست. توضیحی در مورد متغیری که تعریف کردیم که وقتی که در قسمت دیتابیس روی نام متغیر بیستین میتونین اون توضیح رو ببینین که به شما نشون خواهد داد. در قسمت وریبل ویو هم کاملا مشخص هست. معمولا استفاده ازش نمی کنیم. خود من تا حالا لیبلی تعریف نکردم ولی بدونین که به چه درد میخوره. نکته خیلی خیلی مهم ولیو هست که برای داده هایی که به صورت مثل سن هست و به صورت مقیاس فاصله‌ای و نسبی هست شما اصلا ولیو ندارین. من در متغیر دیگه اینو تعریف خواهم کرد. در مورد میسینگ برای وقتیه که شما داده گم شده دارین. مثلا پرسشنامه ها رو به 100 نفر دادین که 2 نفر از این 100 نفر سن خودشون رو خالی گذاشتن و چیزی ننوشتن. اگر بخواد این اتفاق بیفته شما میتونین خونه رو خالی بذارین. مثلا نفر اول گفته 17 سالمه، نفر دوم گفته 18 سالمه، نفر سوم گفته 16، نفر چهارم چیزی نگفته، نفر پنجم گفته من 30 ساله هستم. خب میبینین که وقتی که خالی هست خودش یه نقطه کوچیک میذاره. این به عنوان میسینگ هست و در شمارش ها میسینگ شمارش میشه، در نمودارها میسینگ نمایش داده میشه. ولی این داده ها اگر وارد نرم افزار دیگه‌ای مثل لیزرل یا مثل ایموس بشه خطا به شما میده و میگه شما خونه خالی دارید. برای که این اتفاق نیفته ما وقتی که سنمون مثلا 9 سال رو داریم، 99 سال رو داریم، میایم 999 رو به عنوان عدد میسینگ اعلام میکنیم و اینجا تعریف میکنیم در میسینگ که من میسینگ دارم با عدد 999 یا 9999. اگر داشتم اینا عددهای میسینگ من هستن. خب پس من میسینگ رو تعریف میکنم یا میتونم بگم از عدد 1000 تا 10,000 اگر عدد نوشتم این به معنای میسینگ هست. میتونم یا یک ولیوی خاص و مشخص یک عدد تنها رو بنویسم. به هر حال میتونین تعریف بکنین که میسینگ شما چی باشه و با چه عددی دارین تعریف میکنین. میسینگ اگر تعریف کردین در داده های نموداریتون در فراوانی شمارشتون بهتون نمایش میده که هرچند تعریف هم نشه خونه های خالیتون رو خود SPSS به صورت میسینگ در نظر میگیره، اما نرم افزارهای دیگه بهتون خطا خواهند داد. میسینگ هم خود من شخصا تا حالا تعریف نکردم، ولی خب اگر شما نیاز دارین اطلاع داشته باشین. الاین به معنای چپچین، راستچین، وسطچین مثل حالت ورد هست که شما تعریف میکنین که داده ها کجای ستون شما قرار بگیره. الان همینطور که میبینین در سمت راست قرار گرفته که اگر اینجا شما تغییر بدین به چپچین یا تغییر بدین به وسطچین این میاد و در وسط ستون شما قرار میگیره. اینها برای زیبا شناختی هستن. باز متغیر مهم دیگه مژر هست. مژر به معنای مقیاس هست. مقیاس یعنی نامینال یعنی اسمی، اوردینال یعنی ترتیبی یا رتبه‌ای، اسکیل هم برای داده های فاصله‌ای و نسبی استفاده میشه. خب الان سن ما چون طبقه بندی نداره اسکیل به حساب میاد، یعنی مقیاس من نسبی هست. بنابراین اسکیل رو میتونین انتخاب بکنین، میتونین انتخاب نکنین و در آنالیز اولین بار که آنالیز میزنین خود سیستم برای شما انتخاب میکنه. اگر تعداد عددها در اون رنجش پایین باشه، مثلا وقتی که پرسشنامه طیف لیکرت رو دارین پر میکنین معمولا اینها رو نامینال در نظر میگیره یا اوردینال در نظر میگیره و ما به مشکل ممکنه بخوریم. میتونین بیاین و خودتون تغییرش بدین.
رو تغییر ندین و اجازه بدین همین حالت اینپوت باشه. هرچند که قابل تغییره ولی برای ما بهتره که اصلا دست نزنیم و بذاریم که اینپوت باقی بمونه. خب متغیر بعدی متغیر مثلا جنس هست. اسم متغیرها رو ترجیحاً با حروف انگلیسی بنویسید، حتی اگر فینگلیش بنویسید یا انگلیسیشو اگر بلدین بنویسید، فرق نمیکنه. ولی ممکنه بعضی جاها، بعضی نرم افزارها، بعضی سیستم‌ها با اسمهایی که فارسی هستن به مشکل بخوره. لیبل اشکالی نداره، هر جا لیبل می‌بینید با هر حروفی بنویسین مشکلی نیست، اما برای اسم متغیر بهتره که حروفتون انگلیسی باشه. خب برای جنس دسیمال که نداریم، عدد اعشاری نداره، نامریک باقی میمونه، برای اینکه ما عدد باید تعریف بکنیم و باید حالت نامریک باشه که بتونیم مقایسه بکنیم. خب ولیو گفتم برای داده هایی که به صورت طبقه بندی هستن ما ولیو داریم. جنس طبقه داره، 2 سطح داره. در واقع 2 سطح ما چی هستن؟ خانم ها، آقایون، دختر، پسر، یا هر به دلخواه خودتون میتونین تعریف بکنیم و نامگذاری بکنیم این 2 طبقه رو. خب جنس 2 طبقه داره. این 2 طبقه رو ما باید در ولیو مشخص بکنیم. چطوری مشخص میکنیم؟ میایم میگیم که مثلا کد 1 همیشه یادتون باشه تو ولیو باید عدد بذارین. کد 1 من کیان؟ پسران. خب حواستون باشه شما میتونین اینجا فارسی تعریف بکنین. کد 2 من دختران. میتونین اینطوری تعریف کنین. میتونین بگین که خانم یا آقا، مثلا باز کد 1 اینجا میتونین با حروف فارسی بنویسین. خانم، کد 1 تون خانومه، کد 2 تون آقا. هر کدوم از اینها رو که نگه داشتین هیچ مشکلی نداره و اوکی میکنین. خب اگر شما یه متغیر اضافه‌ای داشتین و خواستین پاکش کنین، این طرف در قسمتی که شماره ردیف رو مشخص کرده، شما روی یکی از این ردیف ها کلیک کنین. وقتی که کل ردیفتون به رنگ نارنجی در اومد، کلیک راست کنین و کلیر رو بزنین. کل ردیفتون حذف میشه. خب میتونین وقتی که انتخاب میکنین دیلیت رو بزنین از روی صفحه کلید، فرقی نمیکنه. خب به این صورت من یک داده در واقع اسکیل تعریف کردم و این یکی سکس من 2 طبقه داره، خانم ها و آقایان، و این خانم و آقا معنای کم و زیاد نداره، معنای بزرگتر کوچیکتر نداره، فقط 2 کد برای مشخص کردن نام طبقه ها و اینکه این 2 طبقه از همدیگه جدان و با هم فرق میکنن، فقط همین. بنابراین میشه داده‌ای که اسمیه، یعنی معنای عددی این کدها ندارن، فقط نامگذاری هستن. بنابراین ما نامینال رو اینجا باید انتخاب کنیم. حالا فرض کنین که متغیری دارین به نام تحصیلات. تحصیلات ممکنه چند تا در واقع طبقه داشته باشه. مثلا تحصیلات میاین میگین 1 دیپلمه، 2 مثلا کاردانی، 3 اینجا گفتم میتونین به فارسی هم بنویسین، هر جا لیبل باشه میتونین به فارسی هم بنویسین. خب برای تحصیلات دیپلم کمتر از کاردانی، کاردانی کمتر از کارشناسی، پس اسکیل من میشه اوردینال، یعنی من ترتیب دارم. خب الانتون هم میتونین وسط چین بذارین برای زیبایی. گفتم که به کالم و وایدم نیازی نیست دست بزنین، دسیمالشون هم که 0 کردم و همینطور که میبینین من 3 تا متغیر تعریف کردم که در قسمت دیتا ویو اینها مشخص هستن. برای سن عدد گذاشتم، برای جنستون میتونین بیاین 1 و 2 رو انتخاب بکنین، یا 1 یا 2 دیگه خارج از این که نیست، اینها رو انتخاب میکنین. برای تحصیلاتتون همینطور میان 1 2 3 رو انتخاب میکنین که اینجا میبینین من یکی اضافه تر زدم و اگر خواستین پاک بکنین کل ردیف رو کلیک راست میکنین روی شماره و
دیلیتش رو انجام میدین یا کلیر انجام میدین. خب حالا یکی از من ممکنه بپرسه چرا اینجا نوشته خانم، اینجا نوشته دیپلم و 1 و 2 که شما زدین اینجا دیده نمیشه. این آیکون من روشنه. این یکی رو اگر خاموش بکنین میبینین که کدها نشون داده میشه، روشنش بکنین ولیوها نشون داده میشه. حالت نمایشی هست و در واقع آنالیز شما فرقی نمیکنه که به چه شکل نمایش داده شده باشه. در هر صورت درست هست و حالت نمایشی رو میتونین تغییر بدین که کدوم یکی از اینها باشه. پس تا اینجا ما یاد گرفتیم چطور متغیرهامون رو وارد بکنیم و تعریف بکنیم. در ویدیوهای بعدی براتون آنالیزها و موارد دیگر رو خواهم گفت. با آرزوی موفقیت، خدا نگهدار.